بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله الذی خلق السماوات، الله او ذاتی است که پیدا کرد آسمان ها را، والارض زمین و ما بینهما، آن چیزی که در بین زمین و آسمان است. مخلوقی که در اینجا زندگی میکنه به الله تبارک و تعالی معلوم است. کدام سیارات، کدام عالم دیگری که موجود باشه، کلش مخلوق الله است. الله خالق است. فی 6 ایام، این را پیدا کرده در 6 روز. در اون زمان خود روز نبود. چطور میگه در 6 روز؟ به مقدار 6 روز دنیا الله پیدا کرده. یکی یا مراد از روزها روزهای قیامت است که یک روزش 1000 سال میشه. اما اگر به این طولانی باشه هم پیش الله تبارک و تعالی به این خاطر است که انسان تعلیم میده که زندگی تو تدریجی است. تو یک دفعی به نقطه کمالت نمیرسی. از همون خاطر تو همیشه از اول شروع میکنی، مرحله به مرحله ارتقا میکنی تا که در مقصد زندگیت برسی. و این در حقیقت دعوتگر هم تعلیم است که مسائل تو یک دفعی نمیشه که کل مخلوق اصلاح شود. این آهسته آهسته کم کم اینمی قسم الله تبارک و تعالی سلسله دعوت گشایش میده، برای فراخی نصیب میکنه و یک روز میبینی که ما حول محیط یک دم فضای توحید گرفته باشه. این بینمی تدریج میشه. از او خاطر الله خو میتونه کل مخلوقات در یک لحظه پیدا بکنه. چرا؟ و اراده قصد ایجاد چیزی نمیکنه، کن برش میگه مفیکون موجود میشه. لیکن الله ایره در مقدار 6 روزی دنیا یا آخرت پیدا کرد، تعلیم داد به انسان که اموری توی انسان در دنیا به تدریج است. ثم استوى علی العرش، بعد از او برابر شد بالای عرش. امور رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. استوا علی العرش، عرش معلوم است. در لغت عربی عرش تخت میگه، او استوا میگه برابر شدن. این هم معنایش معلوم است. اما الله تبارک و تعالی چه قسم سر عرش برابر شد کیفیت ما نمیدانیم. چرا؟ لیس کمثله شیء، الله تبارک و تعالی به مثل شیء چیزی نیست. تشبیه دادن نمیتونیم که الله اینمی قسم برابر شده. خب بله، الله که کدام چیز برای خود ثابت کرده در قرآن یا پیغمبر در حدیث ثابت کرده برای الله، او را ما ثابت میکنیم بدون کیفیت. اینمی عقیده اهل سلف است، عقیده صحابه است، عقیده تابعین است. اما مردمانی که از دهن مبارک پیغمبر درس یاد گرفته، عقیده را یاد گرفته، در و عقیدهش اینمی است در مورد صفات الله تبارک و تعالی. هر قدر صفاتی که در قرآن و حدیث برای الله آمده ثابت است، خو لیکن کیفیتش ما نمیدانیم. تاویل هم نمیکنیم که استوا را اینجا به معنای قصد کردن بگیریم. ثم استوى، بعد از قصد کرد علی العرش، بالای عرش. این طور هم نمیکنیم. مؤولین نیستیم. تحریف هم نمیکنیم که نه این صفتا برای الله تبارک و تعالی اثر ثابت نیست، نعوذ بالله. چرا؟ اگر ثابت کنیم تخت لازم میشه، تخت نشستن لازم میشه، برابر شدن نشستن هم میخواه، وضعیت و کیفیت هم میخواه، وضعیت و کیفیت جسم هم میخواه. او چیزی که جسم باشه اون مرکب است، مرکب خو با اجزای خود محتاج است، احتیاجی ثابت شد. الله خو محتاج نیست، از او خاطر بعد صفت ما رد کنیم. این طور هم نیستیم. تشبیه داده نمیتونیم، چرا؟ مشبهه جور میشیم. تعطیل هم نمیکنیم صفت. بلکه اهل سنت والجماعت در مورد صفات الله می عقیده داره که هر صفتی که در قرآن و حدیث با کدام کلمات آمده به الله ثابت است، خب کیفیتش ما نمیدانیم. یک صفت الله آمده دست،
ساق صفت الله تبارک و تعالی آمده، وجه صفت الله تبارک و تعالی آمده، نزول صفت الله آمده، استوا صفت الله تبارک و تعالی آمده. ما کل صفات را به الله تبارک و تعالی ثابت بکنیم. سمیع است، بصیر است، لیکن به مثل مخلوق نه. امو رقمی که لایق شان الله تبارک و تعالی است. همیشه کسی که در مورد صفات الله خطا میشه، به این خاطر خطا میشه که گمان میکنه که الله به مثل مخلوق است. نعوذ بالله. از امو خاطر در اشتباهات واقع میشه. وقتی که ما بدانیم که ولم یکن له کفوا احد، مثل الله هیچ کسی همتا نیست. لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر. به مثل الله چیزی نیست، لیکن بازم میشنوه و بصیر است، میبینه. لیکن دیدن الله مثل دیدن ما نیست. دیدن ما روشنی کار داره، در مابین حجاب یا پرده موجود نباشه، چشم ما وضعیت خاص، پرده خاص، پلکی خاص، علایده نیگه گوی چیزا کار داره. دیدن الله به این چیزا ضرورت نداره. امو رقم که لایق شان الله است. از امو خاطر استوا سر عرش ثابت است. مقاله بزرگ امام مالک رحمت الله علیه است، گفتی الاستواء معلوم والعرش معلوم والکیفیت مجهولة. کیفیت مجهول است. والسؤال عنها بدعة. اگر کسی سوال میکنه که چه رقم، از کیفیت سوال کردن بدعت است. که بگوی چه رقم گفته نمیتونی. از امو خاطر است ذات الله سر عرش است. پیغمبر علیه السلام از کنیز سوال میکنه، او را آزاد میکنه در کفاره، چون که در کفاره آزاد کردن کنیز مؤمن شرط است. از او خاطر از پیش سوال میکنه این الله، کجاست الله؟ او انگشت خدا بالا میگیره. او در مختلف آیات های قرآن کریم دلیل بالای عزیز است که الله بالاست. یعرج چیست؟ پشت سرم میاد. ثم یعرج الیه فی یوم کان. بعد از او بالا میره و طرف الله تبارک و تعالی. روح انسانی بالا میره. امی قسم اعمال الیه یسعد الکلم الطیب. او در وقت چی که شب کسی عبادت میکنه، دعا طلب میکنه، الله نزول میکنه، معلوم شد که الله تبارک و تعالی بالاست. الله در هر جای است. این به اعتبار ذات نیست. الله علم و قدرتش در هر جای است. هیچ جای از قدرت الله خالی و از علم الله خالی نیست. نه که ذات الله در جای است. کسی که قائل به است که ذات الله در جای است، ایرا میگه نعوذ بالله ملاحده. ایرا میگه مردم کسی که قائل به وحدت الوجود است، یعنی وجود یکی است. امی بعضی کسایی که از قرآن و حدیث دوری میجویه، باز آخر الامر میرسه میگه ما فنا فی الله شدیم. فنا فی الله. تاسف دایست کسایی که خود عالم هم میگیره، در سطح رادیویی گپاره میگه که یکی سیر الی الله است، یکی سیر مع الله است، یکی فنا فی الله است. این کلمات اصطلاحات بدعی است. نه از زبان پیغمبر آمده شنیده شده، نه صحابه را استعمال کرده. این کلمات بدعی است که ملحدین ای را وضع کرده که نعوذ بالله معنای فنا فی الله است وجودی تو در وجود الله مزمحل شده، ختم شده. این را به نام وحدت الوجود یاد میکنه و میگه که غیر از هر چیزی که میبینی وجود الله است. وجود الله است. نعوذ بالله. حتی میگن که سگ هم میگه اینمی وجود الله است. و یک بدبختش در یک بیگاه در تلویزیون هم گفت الله در سرگین است. نعوذ بالله. تو ببینه چقدر کلمه کفری است، چقدر بد است. قرآن چی میگه و این مردم چی میکنه؟ ولی با تاسف مردم بازم دنبال همچون مردمایی که عقیده غلط و خراب داره پشت از او روان است. از همین مردم ها بودن که گفت ما فی الجبه الا الله. در چپن ما میگه نیست غیر از الله. نعوذ بالله. ان الله عبد والعبد اله. الله بنده است، بنده الله است. نعوذ بالله. میگه ولی فرق از کجا شود؟ در این حد میرسن. اینمی را میگه کسایی که مفکوره وحدت الوجود، یعنی وجود یک تا میدانه، کل عالم یک وجود میدانه، میگه یک وجود الله تبارک و تعالی است. حالان که خالق و مخلوق با هم مباین است یا نیست مباین. همینجا نگفتیم رب العالمین، مضاف مضاف الیه یکی نمی باشه. رب علیده است، عالمین علیده. متحد شده نمیتونه. الله تبارک و تعالی خلق نشده، بله قدرت الله، علم الله، قرب الله از رگ گردن به ما نزدیک است. قدرتش، تصرفش، اما الله سری کجاست؟ سری عرش است. چی رقم به ما معلوم نیست. امو رقم که لایق شان کیست؟ الله تبارک و تعالی. این مسئله عقیده است که امروز سری این موضوع بسیار مردما تاخت و تاز میکنه، دفاع میکنه از کسانی که امچو عقیده را داره، مثل ابن عربی واره که میگه او
قائل به وحدت الوجود بود، یک عالم برجسته بود. در مورد کفر از او کتابا نوشته شده، در رد از او کتابا نوشته شده. اما مردمایی که عقیده را داره او را رد کرده با دلایل از قرآن، از آیات قرآن. خب ما میگیم هر طایفه و هر مردمی که پیدا شوه که در مرکزش در زندگیش تعلیم قرآن و حدیث نباشه، او طایفه حتما انجام و عاقبتش طرف کجاست؟ گمراهی است. خام مخا گمراه میشه. هیچ راه دیگه نداره که در گمراهی واقع نشه. این را شما یاد داشته باشه. شما مراکزی که قرآن تدریس و تعلیم نمیشه، حدیث پیغمبر در تعلیم و تدریس نمیشه، ببینه اگر مکمل کارایشان خلاف سنت رسول الله نبود، هر چی که میگه، اگر گپایشان خلاف آیات قرآن نبود، هر چی که میگه، خب این چی برادرای مسلمان ما بیچاره میگه دین البته دین اینجا است. هر کس یک دو روز تو در غار بشی در سایه، او پس از او خب ریشی تام خب شامپو بزن بیرون برای، میگه چهرهش همی قنول داره. این خبیثای کفاره که ببینی شراب زده اینه چهره سرخ معلوم میشه. گپ در چهره نیست، گپ در ایست که عمل کرد چطور است، چه قسم قدم میگذاره، چه قسم عقیده داره و آیا این موافق کتاب الله و سنت رسول الله هست یا نیست. از همون خاطر بجز از دو چیز ما دیگر راه نداریم برای هدایت. ترکتم فیکم امرین، دو چیز در بینتان گذاشتیم، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تا وقتی که به این چنگ زده باشه هرگز گمراه نمیشه. کتاب الله و سنت رسوله، سنت پیغمبر و کتاب الله هست، دیگه چیز نیست. خب تاسف است دمو مرکزا نه از کتاب الله رنگش معلوم میشه، بلکه توصیه میشه که میگه قرآن نخونه که ذکر قلب جاری شوه، نعوذ بالله، اینطور توصیه میکنه. و حدیث پیغمبر به عمر دیگه نمیبینه که حدیث کجا است و نیست. اوراد وظایف خود ساخته را جور کرده، مردم هم میگه نعوذ بالله. بله خیالات میه برای انسان. اینطور خوای شیطانی را ببینی که بری دمو روز که از پیشش بیعت میگیری، دست در دست بدی، باز شو که بیایی در خانه، امی شیطان است، امی شیطانی لعین است که تو را آلی میگیره در دریا میپرته، باز امونجا دست میپرده، امو جناب باز میه از دریا از دستت میگیره. او خب ما کمت میکنه که تو خیلی غرق شده بودی. خب لیکن این خوابی چیست؟ شیطانی است. این خواب شیطانی را او قسم در خوابت میاره ای شیطان، به خاطری که تو عقیدت. ما میگیم هر کسی که باشه که پابند کتاب الله و سنت رسول الله نبود، اون نه مرشد شده میتونه، نه پیر شده میتونه، نه مولا شده میتونه، نه رهبر شده میتونه و نه راه هدایت است. اینی دستور قرآن کریم است. ما لکم من دونه نیست برای شما بغیر از الله تبارک و تعالی، غیر از الله دیگه کس نیست. من ولی کسی دوست یعنی زموار زمبرار کسی دیگری نیست. ولا شفیع نه سفارش کننده کسی است بغیر از الله تبارک و تعالی. قرآن نفی میکنه که کسی دیگری نیست. افلا تتذکرون، آیا بازم نعوذ بالله شما پشتی ولی و شفیع غیر الله میگردید؟ دیگه کس برای خود کارساز جور میکنه، دنبال شفاعت دیگه کس میروه. فلا تتذکرون، شما نصیحت نمیپذیره. قرآن خیلی نصیحت براتون میکنه که به ولایت الله را بگیری، کارساز و ذمه‌واری تمام امورتان کیست؟ الله. اگر پیدا میکنه، اگر تو را روزی میده، اگر تو را کلان میکنه، اگر تو را در حالت پیری میرسانه، کلی تربیت و ذمه‌واری پیش الله است. نه آقا صاحب به تاریش تو را در کدام جای رسانده میتونه و نه تاری زیارت تو را در کدام جای رسانده میتونه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر، تدبیر میکنه الله تبارک و تعالی، تنظیم میکنه امر من السماء، از طرف آسمان، الى الارض، به سوی زمین. معلوم شد که الله در سر عرش است، از اونجا الله فیصله امور زمین میکنه. ثم یعرج الیه، بعد از امی امری که الله فیصله کرده در زمین، ای باز میگرده به سوی الله. فی یوم، در روزی که کان هست، مقداره اندازه روز، 1000 سنة 1000 سال، مما از او سالایی که تعدون شما شمار میکنه. چرا؟ در حدیث ثابت است در بین زمین و آسمان 500 ساله راه است. پس آمدن 500 ساله راه، پس رفتن 500 ساله راه، چند شد؟ 1000. یکی. یا مراد از فی یوم، در روزی که کان هست، مقدارو، اگر مراد از امور
امور دنیا باشه او مراد از سالم سال دنیا شوه. اگر مراد از امور امر آخرت باشه باز این طور میشه. ثم یعرج الیه، باز میره و امی امر که در دنیا آمده بود. او امر که در دنیا آمده بود چی بود؟ الله کتاب خدا روان کرد برای تعمیل، برای از اینکه تطبیق شوه، حکم الله حاکم شوه. ایره در دنیا روان کرده، باز میره امی امر از دنیا جمع میشه. الیه بسوی الله فی یوم، در روزی که کانه است مقدارو اندازش 1000 سنه 1000 سال، مما از سالایی که تعدون شما میشماره. باز روز چی شد؟ آخرت. روز آخرت چند سال است؟ 1000 ساله است. اینجا امی اموری که الله در زمین روان کرده بود پس مکمل رجوع به الله میکنه و که مقدارش 1000 سال است. اردو معنا درست است. ای که در سوره معارج میگه که بالا که کان مقدار 50000 سنه گفته 50000 سال. او به اعتبار از که از زمین تا چی را بگوی کرسی را تا عرش که بالا میره امور در بین آسمان ها مسافه آمد و رفته که بشماری مکمل 50000 سال میشه. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغیب و شهاده، موصوف بین می صفتا، کس ذاتی که همی صفتا را داره. کدام صفتا را داره؟ که آسمان و زمین پیدا کرده و ما بینهما را در 6 روز بعد از او مستوی شده بالای عرش، تدبیر امور از بالا میکنه در زمین بینمی قدر وقت. اینمی الله است. چطور الله است؟ عالم الغیب و شهادتی، که عالم است بالای چیزای پنهان از نظر مردم، و شهادتی چیزایی که معلوم دار است در نظر مردم. العزیز و زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شده نیست، کسی دمیرایش گرفته نمیتونه. الرحیم و رحم کننده است. چرا؟ برای بالای انسان رحم کرده، همه چیز برای خدمت انسان پیدا کرده و خصوصا برای رهنمایی ازی الله قرآن روان کرده، پیغمبر روان کرده، دلایل عقلی را الله نصب کرده برای ما. خود امام امی استعداد و قابلیت داده. بسیار رحیم ذات است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي ذاتی که احسن کل شیء، هر چیز خوب ساخته، تمام چیزا را. قرآن خو میگه تمام چیزا خوب است. از امو خاطر در اشیای دنیا هیچ بدی وجود نداره. هر بدی که وجود داره تو بدی را انجام میدی. این لاسپیکر ما تو میگیریم غلط استعمال میکنیم، دی ساز و سرود میکنیم. اگر ترجمه قرآن بکنیم چقدر خوب است. این کامپیوتر ما تو میتونیم که مکتبه های بزرگ در کامپیوتر اینستال کنیم، معلومات ضروری را در کامپیوتر خود چیز ذخیره کنیم. خب ما توستیم که غلط استفاده میکنیم. موبایل امی قسم، همه چیز وسایلی که الله در دنیا پیدا کرده هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی، و الله انسان مامور ساخته که از جنبه مثبت باید کار بگیره، منفی کار نگیره. از همون خاطر همه چیزی که الله پیدا کرده خوب پیدا کرده. اگر بدی پیدا میشه انسان است که او را غلط استعمال میکنه، باز به کلاشینکوف از دستیت است. تا وقتی کافر را میکشی خیلی خوب است، اما وقتی مسلمان را میکشی خود تو گرفتی مسلمان را قتل کردی. قرآن برات میگه الذی ذاتی که احسن کل شیء، هر درست ساخته، زیبا ساخته تمام چیزا را. و بدأ خلق الانسان من طین، در تمام چیزا الله حسن انداخته، زیبایی داره. خو لیکن انسان علیده است. و بدأ آغاز کرده خلق الانسان، پیدایش انسان، من طین، از خاک. امی قدر که آدم بشنوه که مبدأ ما از خاک است، باید دیگه تکبر نکنه، کلان نتراشه خدا. چرا که خاک بودیم. خود این نکته های دیگه هم است که پیشتر در تسمیه صورت براتان اشاره کردم. چرا؟ الله تو را از خاک پیدا کرده. خاک چی کمالات داره؟ خاکی طور چیزی است، زراعت دهی میشه، خانه از این جور میشه، خشت از این جور میشه، ظرف از این جور میشه. امی خاک است که انسان چون از امی خاک پیدا شده، امی خاک است که انواع مختلف از فواید و منافع را داره. واقعا راه ها سریازی است، هر چیز سریازی مندازی، این نمیگه. هر چیز مندازی نمیگه. امی زمین است که برای تمام فواید گسترانده شده، هموار شده و تو فایدهش گرفته رایستی. ای انسان وقتی که مبدی تو امی خاک است، باید آثار و صفات خاک در تو دیده شود، تواضع در تو دیده شود، هیچگاه تکبر نکنی، نفت بسیار عام باشه و اگر تحمل بکنی
کسایی که برات بد و رد میگه اگر خصوصا در حالت دعوت باشی را باید تحمل بکنی. تواضع باید این صفت دائمیت باشه. چرا؟ الله تبارک و تعالی انسان یک امتیاز خاصی داده، از او خاطری را علیحده ذکر میکنه. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. ثم جعل نسله، بعد از او گردانیده نسله ذریه می انسان، من سلالت از خلاصه عصاره، من ماء از آب، مهین که بقدر است، ارزش نداره. آب چیسته؟ منی. از آب منی دیگه نسل الله تبارک و تعالی پیدا میکنه. پس بی انسان مبدی خود بی بعد از او زندگی تو تکبر میکنی یا خود کلان میتراشی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه، بعد از او برابر کرد و اعضای زیرا و نفخ فیه من روحه و دمید در این انسان من روحه، از روح خود. از روح خود یعنی امر کرد امو روحی که از جانب الله داخل کالبد انسان میشه. الله جسم برات بخشید، در رحم مادر، در شکم مادر تو را شکل داد، اعضا داد و بعد از روح تو دمید. و جعل لكم السمع، و پیدا کرد گردانید برای شما السمع قوت شنوایی را، والابصار قوت بینایی را، والافئده قوت تعقل و تفکر. خب این کارا را کی کرده؟ اگر تو به خود بیاندیشی درک میکنی که الله کدام ذات است. پس ذاتی که مرا به می سیستم دینمی مراحل مرا در این مستوى رسانده، امو ذات قابل عبادت هم است، قابل ستایش هم است، قابل نیایش هم است. من حاجات خودم برش ببرم و از او طلب بکنم و من عبادتم مخصوصی از او بگردانم. چرا؟ از این که دلیل قوی دیگه کجا پیدا میشه؟ وقتی که احسان الله سرت کرده، نعمتها تقاضای چی را میکنه؟ باید مکمل شکرگزاری الله تبارک و تعالی را آدم بکنه، به هیچ وجه تصادم به فرمان الله نکنه، مقابل فرمان الله واقع نشوه. آن چیزی را که امر کرد انجام بدی که من نکرده خو اجتناب بکنی. ولی انسان طور نیست. قلیلا ما تشکرون، خیلی کم قلیلا ما خیلی کم تشکرون، شما شکرگزاری میکنه خیلی کم. این دو مطلب داره، یعنی نعمت خود تقاضای شکرگزاری زیاده میکنه لیکن شما شکرگزاری کم میکنه، حق امو نعمت ادا نمیکنه. یک. دوم قلیلا ما بسیار کم از مردم چیسته تشکرون، شما شکرگزاری میکنه بسیار کم. معلوم شد بندگان حق الله تبارک و تعالی واقعیش در هر تاریخ کم است، زیاد نیست. خیلی کم مردم است که واقعا نعمت الله را میشناسه و حق نعمت ادا میکنه. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا میگویند، آلی الله میگه کسایی که اول پیدایش خود نظر نکرد که الله از چی پیدا کرد، چی مراحل سرش تیر شد، آیا این چی قسم این به کدام قدرت حاصل میشد؟ آلی نعوذ بالله این قدرت ها را خود در وجود خود علم داره لیکن بازم دوباره زنده شدن شک و تردد داره. و قال میگویند امی بنده های ناشکر اذا ضللنا، وقتی که ما گم شویم فی الارض، در روی زمین، ذره شویم، خاک و خاکستر بگردیم، در زمین همینطور گم شویم، اینا یا ما لفی خلق، در آفرینش جدید نوستیم، باز زنده میشیم. بل هم بلقاء ربهم، بلکه مردم ها به ملاقات پروردگارشان که حساب کتاب است کافرون انکار میکنه. میگه حساب کجاست، کتاب کجاست؟ برو گیاوار پیدا شدیم و پس فرا میشیم. میره مثل که کمونستا امیگه پارا میگفت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یتوفاکم، شما را قبض روح میکنه
ملک الموت الذی امو ملک الموت، یعنی کسی که قدرت و تصرف مرگ الله برش داده. الذی امو ملک الموت وکل بکم، که مقرر کرده شده بالای شما از جانب الله تبارک و تعالی. ثم الی ربکم ترجعون، باز به سوی پروردگارتان بازگشت کرده میشوی شما. تو نیست که در دنیا آمده فقط باز از شما حساب و کتاب گرفته نمیشه، هیچ امکان نداره. اینجا میگه یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت شما را وفات میکنه. در دیگه جای دیگه عام ملائک آمده، در دیگه جای الله وفات میکنه. دیگه این در حقیقت تضاد نیست، فرمان از جانب الله است و کلان ملائکی که قبض روح میکنه ملک الموت است و بعد از او عمله داره که به دستور از او عمله کار میکنه. از این خاطر نسبت گرفتن روح به عرصه شده. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى از المجرمون، اگر تو ببینی مخاطب ای پیغمبر علیه السلام، در آن وقتی که مجرمون، کسایی که جرم کرده گناه ها کرده در دنیا، ناکسو رؤوسهم، در حالی که پایین انداخته نیست سرای خدا از دست خجالت، عند ربهم، به نزد پروردگار. اگر تو میدیدی که مجرمات در این حالت است، الا رأیت امرا عجیبا، باز اونجا تو میدیدی ای مخاطب بسیار امر عجیب است. اما مردمایی که اینجا سرتابی نمی کردن، اما مردمایی که سرکشی میکردن، که ناز میزدن، که بالا خودم میتراشیدن، که اونجا میبینی که سر پایین انداخته شرخ خورده نمیتونه، دیگه عجیب امر است. اما مردمایی که خطی تو گفتگو دارن که هیچ چیز قبول نداریم، میره قبول نداریم. ربنا، اونجا میگه پروردگار ما، ابصرنا، بالکل دیدیم با چشم سر دیدیم، و سمعنا، شنیدیم، فرجعنا، بالکل علی حقیقت بر ما واضح شد که چی گپاست، اصلی قوت و قدرت از کیست، چی چیز به درد میخوره، ما چرا خطا و گمراه شده بودیم. از همون خاطر افسوس و آرمان میکنه، آرزو میکنه، خب آرزوی بیجای است، آرزوی است که باز این چیز برشان میسر نمیشه. فرجعنا، ما را باز بگردان در دنیا، نعمل صالحا، که اونجا ما عمل درست انجام بدیم. انا موقنون، یقینا ما علی خواب یقین کننده هستیم که گپ کجاست، علی حقیقتا برش معلوم میشه. الله چی میفرماید که عجیب، و انسان برای آگاهی تو مختلف راه ها و صورت ها را ما انتخاب کرده بودیم که تو غافل نشوی، ولی تو انسان انقدر بنده هوا و هوس و عیش و عشرت بودی که هیچ نه عذاب یادت می آمد، نه قیامت، نه الله را بشناختی، بس مست بودی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتینا، الله می فرماید اسلام یا ایمان انتخاب راه هدایت امر جبری از جانب الله تبارک و تعالی نیست. الله میتونه کلگی را به ایمان پیدا کنه، لیکن حکمت و مصلحت تقاضای زیرا نداره. چرا؟ معلوم شود که جهنمی است که جنتی است، که نعمتای دنیا را ترجیح میده بالای نعمتای آخرت، و که نعمتای آخرت بالای نعمتای دنیا ترجیح میده. این معلوم شود. کیست که در این برف و باران، در این یخکا از خانه بیرون شود، بخاری و صندلی گرم و نرم بگذاره، او پرده تلویزیون فیلم را دیده او را بگذاره و بیا در مسجد یخ در قرآن کریم بشینه. این خب فرق داره. الله تبارک و تعالی خو نتیجه را همین قسم میده. این امتحان است. الله میگه ولو شئنا، اگر ما میخواستیم، لآتینا، میدادیم، کل نفس، هر نفس، هداها، هدایت ازورا، کلگی به هدایت میبود. ولكن حق القول، لیکن ثابت شده فیصله منی از جانب ما. الله میگه چی چیز فیصله است؟ لأملأن، که خام پر میکنم جهنم من الجنت، از جنیات، و الناس، از مردما، اجمعین، از تمامیشان. اونجا جنت و دوزخ الله پیدا کرده، هر کدام بری خود حصه داره. حصه جهنم از کجا معلوم شود؟ آلی اگر همونطور بدون میدان امتحان
امو طور میبردیم نصف در جنت نصف در جهنم. خامخا اعتراض میکرد جهنمیا ما را چرا در جهنم بردی؟ نه، حجت سرت ثابت میکنه، اونجا استاد میکنه. مثل که در امتحان یک بچه ناکام و دیگه کامیاب شوه، استاد استاد کنه که بچم ای بچه که تو ناکام شده ای، آیا درس ما به این تنها گفتیم به تو هم گفتیم و مجبور است بگه بردوی ما گفتی؟ خو علایده به این شاگرد دیگه کدام درس گفتیم؟ نه. دمو ساعت تو حاضر بودی؟ خو کتاب بر داده شده بود؟ بله. در چوکی نشسته بودی هر دویتان برابر؟ بله. براتان یک درو آگاهی میدادم، بلکه از این کده در تو آگاهی میدادم که تو را تنبل میدیدم که کوشش کو که پسمان هستی، کوشش تو که پسمان هستی. خو امروز که نتیجه برآمده ناکام انتقاد اعتراض سری معلم داره؟ حقش داره؟ قطعا نداره. الله تبارک و تعالی به قسم است. مکملی صحنه امتحان برای ما پیش کرده، پیغمبر روان کرد، کتاب روان کرد، وحی روان کرد، عقل داد، قرائن نسب کرد، برای ما و شما این را هدایت داد که اینی رای خوب اینی رای بد، ولی بازم نعوذ بالله رای بد انتخاب شد، حالی دیگه عذر باقی نمیمانه. از همون خاطر کسی که در جهنم میره انتقاد کرده نمیتونه، عذر پیش کرده نمیتونه. چرا؟ الله تبارک و تعالی رفع عذر کرد، هیچ نوع اشتباه را باقی نگذاشته. قرآن واضح بیان میکنه، بلکه امو منظر عجیب پیش از پیش در دنیا برای ما تو پیش کرد که این تو حالتا می باشه، نکو که اونجا سرت پایین باشه. آدم که تنها در موضوع دنیا در صنف ناکام میمانه، راستانه بگه بالا سعی کرده میتونه اینطوری میکنه. او کسی که کامیاب شده خصوصا اول نمره همین دیستی زنگا میزنه هر طرف که ای خوش خبری که ما اول نمبر شدم. کامیابی اونم طور چیز است. خوی کامیابی را الله برای ما درس میده، خو ما نمیکنیم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا بما نسيتم، الله میگه خیر بچشید. بما نسيتم، بله الله ظالم نیست. بچشید بما نسیتم، به سبب آن چیزی که فراموش کردی. لقاء یومکم، روبرو شدن روزه، حساب و کتابی روزه. هازا که نمی روز است، امی روز دادیتان بود، اموی که در اونجا رقص میکردی، اموی که نه حجاب کردی، اموی که نه نماز خواندی، اموی که نه روزه گرفتی، اموی که تو قمار میزدی، اموی که تو شراب میخوردی. الله ما ترا منع نکرده بودیم؟ این روز دادیت نمی آمد که دنبالی می تو روز میاد. انا نسیناکم، ما شما را میگذاریم، ترک میکنیم از رحمت خود، از جنت. و ذوقوا، ترام نیست بچش عذاب الخلد، عذاب دائمی. بما کنتم تعملون، به سبب آن چیزی که مسلسل انجام میداده. همین قدرم نمیکردی که یک بعد از گناه خلا عقل توبه میکردی، به هوش خو میآمده. شما خود دیگه هم روز به روز در جنایت قدمتان دیگه هم محکم شده میرفت. الله رحم بکنه که یک دفعه آدم در جنایت داخل شد، باز دیگه زمینه مساعد نشه که قدرت چوکی به دستت آمد، آلی غصبام میکنی، دزدیم میکنی، شرابام میخوری، زنام میکنی، ملک و مالم از مردم چور میکنی، رشوتام میدی، باز دیگه هر کارا میکنی. نعوذ بالله. الله آدم نگاه کنه. انما یؤمنو بآیاتنا، یقینا باور داره، عقیده داره با آیاتای ما، با دلایل توحید ما یا با آیاتای قرآن ما. الذین هم مردم اذا ذکروا بها، در آن وقتی که نصیحت داده می شود بها توسط آیات قرآن کریم، خروا میفتن سجدا، سجده کنان، و سبحوا، تسبیح پاکی بیان میکنه، بحمد ربهم، بامرای صفتای پروردگار خود، یعنی ثابت میکنه صفتای کمال خالص برای الله. و هم لا یستکبرون، این مردم لا یستکبرون، قطعا تکبر نمیکنه، خود کلان نمیتراشه، بلکه با قرآن بسیار با عاجزی میشینه، تواضع. از همون خاطر است فایده قرآن کی مرتب میشه؟ سجده را میکنیم زود که شیطان خو یک کمی چی شود. نگوی که نیتی سجده را یاد نداری. یک تو میگه نیتی سجده را یاد ندارم، نمیکنیم. چرا؟ مردم الله ها خوب مردم نیتای زبان یاد داده، او نیت قصد قلب میگه. اینجا سجده آمد نه،
قصد کردیم سجده کردیم، سجده تلاوت تکمیل شد. خب الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه قرآن واقعا مؤثر است، دوا بسیار مؤثر است، بالکل معالجه نمی مرض الله داش تاثیر انداخته. خلیکن مریض آماده و پذیرفتن امی دوا باشه. مریض باید خود محتاج دوا بدانه، او تو ده مریض دوا میبری و قلاج میکنه بیرون مندازشه، تو چقدر به پیسه خریدیشه او هنوز هم یک دو دشنام دیگه هم برد میده. کتاب الله تبارک و تعالی آمده، لیکن ما نه تنها که نمیخوانیم بلکه علیهش اعتراض هم میکنیم، راه ها را هم بند میکنیم به یکی به قرآن کسی بروه. ما خو میگم که علمای ما شاید که یک روز به الله تبارک و تعالی جواب بگوین که الله از پیشش سوال بکنه که کتاب الله نامده بود، تو امام نبودی در مسجد، به این مردم بیان نمیکردی؟ نه تنها که بیان نکردی بلکه مانع دیگرها هم شدی. باز اونجا جواب داده رایستن. الله تبارک و تعالی قرآن روان کرده، قرآن مؤثر است، حتما انقلاب و تغییر در وجود انسان پیدا میکنه. خب شرطی که موت هم یک کمی برش انابت پیدا کنیم، وقت بدیم. اگر در خانه بشینیم کی شنیده میتونیم؟ اینجا آمدیم خب فکری ما دیگه طرف است. نه، در ترجمه قرآن کریم ادناترین حتی قلمیت تو بالا نمیکنی او را. قلمیتم ترجمه قرآن وقتی تاثیر پیدا میکنه که خود خیلی نیازمند به قرآن بدانی او بگوی که من چیز یاد ندارم، فقط میایم خالی و ذهن و کتاب الله را به صدق و محبت دل امینجا میشینم. اونو وقت باز قرآن تاثیر داره. او قدرت الله تبارک و تعالی که هر قدر انسان خود به قرآن محتاج میدانه الله علومی را برات نصیب میکنه. یعنی اینطور نقطه های گوناگون در ذهنت الله پیدا میکنه که هیچ پرسان نکنه از یک آیت هر قدر که نیازمند به قرآن خود فکر بکنه. تأسف در اینجاست، یکی از دسایش بزرگ شیطانی نمیسته که کسی یک دفعه ترجمه را خواند یا یک کتاب دید مطالعه کرد باز میگه نه من خودم تفسیر میبینم ضرورت ندارم، ما یک دفعه ترجمه کردیم. نه ما ترجمه را زیاد کردیم. خب عالیم بالله قسم که وقت داشته باشم امی کل عمر خدا بازم در قرآن تیر میرم، امی طور دیده میرم. چرا که هر مرتبه که ما این احساس میکنیم که قرآن را ببینیم الله تبارک و تعالی علایده بر ما یک روشنی نصیب میکنه. این قرآن است. قرآن اینمی قسم مردم ها را دیگه به قرآن حاجت پیدا کردن. حاجت کی پیدا میشه؟ که محبت قطعی قرآن پیدا شه و احساس بکنی به قرآن کی نیاز داره. او کسی که شراب میخوره، او کسی که کباب، او کسی که آخرت قبول نداره، او مردم ها به قرآن ضرورت نداره. واخو قرآن پایبندشان است، زولانهشان است. از همون خاطر است یک تعداد مردم که میبینی بدین گرویده نمیشن، نمیگردن. علتش ایستن میگه اگر ما به دین پابند شویم باز کلی چیزایی که نفس ما خواهش داره سر ما بند میکنه. نفس ما خواهش داره چکر بزنیم، قمار بزنیم، میریم میله ها بکنیم، قطع دخترها یک جای شویم، رقصا بکنیم، لیکن قرآن خود نمیمانه. از همون خاطر است دو طبقه مردم است. یک طبقه مردم بس قرآن در ضمیرش چی شده داخل شده، او دیگه مبارزه داره با همه خرافات، با همه چیزی که عمر تضایع میکنه. یک قسم مردمی است که با هیچ رابطه نداره. این مردم قرآن خوش نداره. قرآن اینی قسم مردم خوش داره. خوشا به حال او جوانا از برادران و خواهرای ما که قرآن محبتش در قلبشان است، با وصفی که پدر و مادرم اجازه نمیده این خود در مرکز قرآن میرسانه. او کاش که همونطور پدر و مادر آدم داشته باشه که اولادش در قرآن میره و ای برش بگه که بچیم اگر دیگه واسم نمیرسه کرایت از ما بگی باید. امی کرایت داده میتونم بچیم، خیلو نکنی مرکزی قرآنه. خب پس که آمدی در این سرت است که گپاره پس بر من یا ثبت کده بیار که من بشنوم ضعیف هستم، کمزور هستم، مادر هستم، خانه مشکل دارم، خود توی را ثبت کده بیار که من بشنوم که کتاب الله چی پیام داره. ولی تاسف به حال او پدر و مادر که دختری جوان تلاش میکنه که بروه در مرکز قرآن، او برش میگه که اگر رفتی پایت میده میکنم، اگر رفتی پایت میده. اگر در لیسه مریم میره پایش میده نمیکنه. اگر در پهنتون قطعی بچه ها یک جای درس میخونه پایش میده نمیکنه. پدر است، مادر است، از پیشش راضی هم است. اگر در تلویزیون در مسابقه ستاره افغان کیا نام مانده دو میره هنوزم خوش میشه.
پیسه کردیتش ای میده، اما در درس قرآن اگر میره باز میگه نه، باز دیگه از خانه پایت بیرون کده بودی من اینطور میکنم. خب من برادرها و خواهرها را میگم که در خانه براتان گفت که دیگه در اونجا در ترجمه قرآن نرو، بگو برای من پیدا کن مرکز ترجمه قرآن که من اونجا برم. یا پدرجان و مادرجان سرت حق دارم تربیه و تعلیم، تربیه تعلیم دینی حقم است، برای من زمینه مساعد بساز، یا مرا بگذار. چرا نمیگذاری؟ بسیار سخت است. این پدر و مادر در روز قیامت به الله چی جواب میده؟ اگر الله تبارک و تعالی برش از پیش سوال بکنه که تو به اولاد دین تعلیم دادی، این خو میگه که چیز نداشتم، چی را تعلیم میدادم؟ باز از پیش سوال کنه که امو بچه جوانت نبود، امو دختر جوانت نبود که عیناً سن جوانی بود، او در سن جوانی خودت پشت کدام هوا و هوس نبود که میگشتی، ولی او طرف مسجد میرفت، او طرف قرآن، او تو میگفتی که رفته نمیتانی. جواب یزیره بده. کسی هست که جواب داده بتانه؟ بله، قرآن ما را میگه که ثمره از این قرآن کسی میبینه که عاجزی بکنه. زمانی که آیات قرآن سرش خوانده میشه میفته، تواضع میکنه، سجده میکنه. الله اکبر. واقعا میای بخیر در سوره جن او تیر کده بودیم در ترجمه سابقه در سپاره هفتم و اذا سمعوا، اونجا چیسته؟ وقتی که جنیات قرآن شنیدن چی شدن؟ آب دیدایشان، چشمایشان از آب دیده پر شد، آب دیده میریخت وقتی قرآن شنیدن. امروز کتاب الله خوانده میشه، آب دیده خو هیچ وجود نداره، بلکه معارضین قرآن از الف تا یا، از الف تا یا کسانی هستند که دشمنی با کتاب الله دارن، انواع وسوسه ها را در قلبا پرتافته را استم الله ها. امو کسایی که خودم ترجمه قرآن میکنه خود در ترجمه تو نمیگذاره شه، میگه اونجا اگر بری اینطور میشی، نام سرش میمانه. او عالم تو خو آخر به الله جواب گوینده استی، تو چرا این وسوسه ها را شکوک در قلبای مردم پرتافته را استی؟ تو باید تشویق کنی، ترغیب بکنی، بگویی که الا بری. ما خود وقت ندارم، اونجا خود درس قرآن شروع است، بسیار سخت است. بله، ثمره قرآن هر کس گرفته نمیتونه. واقعا این کتاب الله برادر و خواهرها بسیار خوش باشه. من خود براتون بار بار میگم در لحظه که در درس قرآن نشسته باید بسیار خوش باشه که الله شما را خوش کرده. این درس قرآن واقعیت برای هر کس میسر نمیشه. من خود از زندگی خود این را براتون واضح میگم که دیگه نعمتی ندارم. الله که نعمت اسلام را برای من نصیب کرده و بعد از اون در درس قرآن نشستم، از این که در نعمت بزرگ دیگه نیست. چرا؟ قرآن ما را درست کرد، عقیده ما را، عمل ما را. ما فهمیدیم که زندگی چیست، دنیا چیست و ما را کدام طرف سوق میده. این لحظه ها بسیار قیمتی لحظه است که ما در درس کتاب الله نشستیم. خدمت دیگه کتاب الله را خدا کردیم، لااقل خو بشینیم پیام کتاب الله را خو بشنویم. اینی مردم است، اینی صفات ها را به خود پیدا کنیم. اگر پیدا کرده ان شاء الله ثمرات قرآن در خودتان مکمل دیده میشه. گپتان ان شاء الله اینطور تاثیر پیدا کنه که پرسان نکنه. خو شرطی چیست که با قرآن خود تسلیم کنه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. انما يؤمن بآياتنا، یقینا باور داره به احکام ما، یقین داره، ایمان داره، تصدیق میکنه. الذین اذا ذکروا بها، اونمو مردمایی که وقت ذکر کرده میشه امی آیاتای قرآن کریم نصیحت برشان میشه، میفتن سجده کنان و بعد از او تسبیح و پاکی الله تبارک و تعالی را بیان میکنه که یا الله، قرآن که کس بشنوه خود به خود میفهمه که الله از هر قسم عیب و نقصان منزه و چیست پاک است. بحمد ربهم، کل صفتای کمال مخصوصی کی میسازه؟ الله تبارک و تعالی. عقیده جور میشه بعد از او عقیده خرافاتی نداره، بعد از او صفت الله را به مخلوق ثابت نمیکنه، بعد از او مشکل خود فقط و فقط به الله میگذاره و تکبر نمیکنه.
کسایی که اهل قرآن است هیچ وقت تکبر نداشته باشه، بسیار متواضع باشه. الله ما را در این صورت گفت که آغاز ما از خاک شده، مبدأ پیدایش ما از خاک شده، همینطور متواضع باشه، خود کلان نتراشه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، دور می باشه، جدا می باشه جنوبهم پهلوهایشان، عن المضاجع از خوابگاه هایشان، یدعون ربهم طلب میکنه از پروردگارشان، خوفا از روی ترس که مبادا عذاب الله فراگیر ما شود. این واقعیت است که قرآن کس بخونه باز نماز تهجد خود ترک نمیکنه، شب حتما میخیزه و طمع داره که الله برای ما اجر میده. ما خو میگیم که در قلب کسی قرآن بره آرام نمی‌نشینه. اگر هزارها دیوار و موانع در پیشش پیش شود آرام نمی‌نشینه. چرا؟ قرآن این را متحرک میسازه. قرآن مسئولیت شناس میسازه آدمه که مردم چی میکنه، ما چی میکنیم، دین چی تقاضا داره. از همون خاطر هر جای لطخور کیست اهل قرآن است، هر جای متهم کیست اهل قرآن است، هر جای در تکلیف کیست اهل قرآن است. اهل قرآن ما میتونیم. چی شده ما را که قرار در یک مسجد آرام خواب کنیم، نه کس ما را وهابی بگوید و نه بر ما کدام نام و تهمت دیگه بکنه، نه توهین شویم، نه تحقیر شویم، نه اخطار بر ما روان شود. ولی کتاب الله شما را آرام نمیمانه. اگر کتاب الله واقعا در قلبتان تاثیر کرد. و باز یگانه راه پیروزی ما چیسته؟ راه پیروزی ما از الله طلب دعا کردن. یدعون ربهم خوفا، طلب میکن از پروردگار جنت، ثواب، خوفا از روی خوف از عذاب الله تبارک و تعالی، و طمعا از روی طمع به جنت الله تبارک و تعالی. مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما برش دادیم، از هر چیزی که دادیم ينفقون خرج میکنه. یکی از علامات فرقه های گمراهی است و میگه نعوذ بالله، میگه طلب جنت اگر میکنی، عبادت برای طلب جنت میکنی یا خوف از عذاب الله داری، تو مشرک هستی نعوذ بالله. نه میگه ما جنت هیچ طلب نداریم، از دوزخ نمیترسیم، فقط رضای الله را. این غلط گپ از خلاف قرآن است. انبیاء علیهم السلام هم از الله تبارک و تعالی از عذابش میترسید و طمع جنت داشت. و امروز امی اهل قرآن هم الله میگه که یدعون ربهم خوفا و طمعا، طلب میکن از پروردگار خود از ترس عذاب و طمع جنت و ثواب. پس این فرقه ها گمراه است که میگه نه ما الله را عبادتش فقط برای الله میکنیم، نه از ترس جهنم و طمع جنت میکنیم. این فرقه گمراه است، چرا که خلاف دستور کتاب الله. اگرچه در ظاهر بری تو چقدر گپی کلان معلوم میشه که مردکه غیر از الله دیگه چیز طلب نداره، خود دروغ میگه. اگر ای الله را طلب بکنه خوی کلام الله است، او کلام الله مدح مو مردم کرده که شب خیسته از الله طلب کرده، استعاذه را، پناه را از عذاب الله، از روی خوفی عذاب الله. شب خیسته خواب خود سری خود چی کرده؟ منع کرده، به الله عبادت میکنه و طمع داره به ثواب الله، چرا یقینش پخته به آخرت شده. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما دادیم. دیگه چقدر تعبیرات باریک است. از بعضی آن چیزی الله از ما مطالبه کل نمیکنه. یقین بکن اگر الله برات بگه که نه یک لحظه تام خلاف فقط ترجمه قرآن کرده برو، نه برات میگه برو خواب کو، برو طعام بخو، برو روزی تا کسب کو، بگو کارای تا بکو. خب ولی وقت به کتاب الله بده، وقت به عبادت الله بده، وقت به نمازم بده. الله از ما بسیار چیزی کم طلب داره. 24 ساعت زندگی خدا که تقسیم کنیم، 1 ساعت ما در عبادت نمیره، 1 ساعت ما. 23 ساعت دیگه فقط یا برای آرامش و راحت بدن ما یا برای طلب کردن رزق و ضروریات زندگی خود ما تیر میکنیم. الله از ما چیزی کم طلب داره. الله میگه از آن چیزی که باز ما دادیم
کل ملک و مال الله است. اگر علم است، اگر مرتبه و مقام است، اگر مال است، اگر قوت و توانایی است، کلش ملک کیست؟ الله میگه که من برات دادم یک چیزی خو مصرف کو. عالی مصرف. تو علم قرآن داری، مصرف کو. چیزی کمه. ما شما را ببینی بسیار چیزی کمه با الله میدیم. چرا بسیار؟ دوره تفسیری ما در سال 2 ماه میشه، یکی در رمضان مبارک و یکی هم در زمستان میگیریم. دیگه موقع نیست، بسیار چیزی کم نیست. سعی کنید 10 ماه دیگه دوره تفسیر قرآن نیست، درس قرآن نباشه. ما بسیار چیزی کم میدیم. الله هم از ما همین چیزی کم طلب داره. همین چیزی کم چقدر تغییر میاره، چقدر مردم جور میشه، چقدر مردم راهیاب میشه، چقدر حقیقت دین میشناسه. یقینا که بسیار میشناسه. ما میفهمیم که مشقت و تکلیف خو هست، لیکن آوازی کتاب الله باید بیرون شود. اگر نیاز در 1 ماه زمستان چی میشه؟ خب ما میگیم که انشالله اگر کسی به این نیت بیا که من محتاج قرآن هستم، 1 روزم برش غنیمت است و 1 روزم الله اصلاح یزیره میکنه. 1 روز چی جای از این که 1 ماه مسلسل بیا. ما پیش براتون گفتم که یکی از جمله دستایش شیطان هم است. در 1 ماه چی میشه؟ چی آدم یاد بگیره؟ همینطور میگه. 1000 بنده برات پیش میکنه، ولی نه، 1 ساعت غنیمت بدان در درس قرآن برو. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما براتون روزی دادیم، ينفقون، خرج میکنه. اینمی مردم است. اینمی مردم از قرآن فایده میگیره، از قرآن اثر میگیره، از علم خود مصرف میکنه، از مال خود کمه به اندازه مصرف میکنه، از قوت خود مصرف میکنه. یک آدم تنها پشتری ترجمه را یک جای نصب میکنه، یعنی قوت داره، امی توانایی داره، مصرف کرد. از سخن خود مصرف میتونه. بیا درم اینجا درس قرآن است، مرکز قرآن است، اینمی مصرف است. اینی را انفاق میگه. یعنی مما، از هر آن چیزی که ما برش دادم. قوت توانایی گپ زدن خو برات داده، امی قدر خو گفته میتونی. ولی افسوس است که ملا بخیزه پشتری ترجمه قرآن بکنه، ملا بخیزه به مردم بگه که مردم زن در خانه باید باشه، قطعا برآمده نمیتونه. امی تقریرم خالص به خاطر چی کرده باشه؟ ترجمه قرآن کرده باشه. که پشتر ترجمه قرآن دیده آلی زنا میره ترجمه قرآن، این میخیزه سر منبر میگه که جای زن در خانه است. امی قدر روزا در پاندون دخترها میرفت در سر منبر ابی تقریر نکرد. در بازار زنا میرفتی تقریر نکرده. این تقریر به خاطر منع کردن زنا از ترجمه قرآن کرده. اینطور علما ما داریم دمی کابلیتان و پشتش نماز هم خوانده میشه. من یقین دارم که اگر عالم به می سیستم باشه نماز پشتش نمیشه. این نعوذ بالله به دین عقیده نداره، به کتاب الله تعظیم نداره. این چطور امام مردم جور شود؟ انفاق نمیکنه. امی قدر توانشان است، امی قدر توانشان است، انفاق نمیکنه، خرج نمیکنه. نمیگن که بله این حق است. خو الله به اینطور مردمایی که با قرآن رابطه داره و امیطور زندگی عملی خود جور کرد که واقعا شب میخیز از الله دعا طلب میکنه. خصوصا دعای ازی طلب میکنه یا الله اهل و اقاربی مرا، یا الله اهل مسلمانه درای حق، درای حق بگردان شه. الله اکبر. چی دعای است؟ ده خود نمیکنی، برای کی میکنی؟ به خاطر رضا الله مخلوق خیرخواهیش میخواهی. از همون خاطر است که پیغمبر میگه الدین و النصیحت. و دین چی را میگه؟ خیرخواهی است مکمل لله و لرسوله و للمؤمنین. خیرخواهی طرف الله، خیرخواهی بر رسول الله، خیرخواهی بر کل مخلوق الله. اگر فکر انسان، زندگی انسان فقط و فقط همیشه همی باشه که جامعه چطور جور میشه، مردم مسلمان چی وقت راحت حاصل میکنه، چی وقت دین میفهمه. اگر کل مفکوری زندگی انسان همی باشه، شما بگوی که آدم کدام آدم است؟ الله خودش میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نمیدانه نفس، ما اون نعمتای را اخفیه که پنهان گذاشته شده لهم برای از یا من قرة اعین، از خوشحالی. قره اعین سردی چشم مراد از پیشش خوشبختی است. او خوشبختی هایی که الله برش آماده کرده نفس نمیدانه. چطور نعمتای جنت تعبیر شود در دنیا؟ چه قسم اینجا بیان شود؟ نمیشه.
بس الله تبارک و تعالی میگه جزاء بما كانوا یعملون، این پاداش است، این بدل است، عوض است به سبب آن چیزی که در دنیا انجام دادن، عمل نیک کردن، مکمل در راه دعوت زندگی خدا بگه قربان کرده بود، وقف کرده بود. خوشا به حال او دختر جوان و بچه جوان که او شب و روز در فکر اصلاح مردم است، اولاد مردم است. از همون خاطر معلمی بسیار وظیفه مهم است. اگر یقینا با مو اخلاص و صداقت این وظیفه انجام داده شود، باز خصوصا که در مدرسه باشه که درس عقیده و درس قرآن و حدیث هم میده، این علایده مقام داره. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. افمن کان مؤمنا، آیا کسی که مؤمن باشه کمن کان فاسقا، به مثل فاسق است؟ الله چی میگه؟ لا یستوون، قطعا با هم برابر نیست. کسی که مؤمن است، مؤمن کی رو میگه اینجا؟ مؤمن اونمو میگه که مکمل به قرآن خدا راسته کرده، قرآن میدانه، پشت قرآن میگرده، خدمت به قرآن میکنه، کل عمر خدا وقف کرده برای اصلاح مردم. اینی را مؤمن میگه. آیا هست که من کان فاسقا، به مثل کسی که نعوذ بالله خود برباد است، دیگران را برباد کرده رویسته. آیا این دو با هم برابر است؟ شما اینیالی تفاوت یا مسافه‌ای که در بین دو آدم، دو شخص قرار داره. یک آدم تلاش میکنه که آدمی غریب بیچاره را که نمیفهمد، از بدن خودم آگاه نیست که در دنبال از او جیبش میبره، یک آدمی طور آدم است. ما بار در ترجمه ها گفتیم او طور آدمی ریش سفید خیلی آبرومند که آلی کلینرم جاغش پاره میکنه به خاطر کراخ، لیکن بیچارگه که جیبشه که صبور زده. یک آدم دی ای کارا میکنه و یک آدم شبم خوتا نصف شب نمیره که چطور مردم اصلاح شود، چطور عقیده مردم جور شود، چطور بکنم، بس کدام را داخل شوم، چه قسم گپه به فلان بزنم. شما در بین دو آدم تفاوت فرق اندازه کنی که چقدر تفاوت است. این مکمل عمر و زندگی خدا برای خدمت خلق الله به خاطر رضای الله پیش کرده. او آدم دیگه در تلاش ازیسته که چه وقت سری حق ازی ما شکم پرتم، چه وقت جیب ازی را بدزدم، چه وقت ای را فریب بدم، چه وقت ای را نعوذ بالله دودش نکنم، چه وقت ای را زیر بیارم. این در بین دو آدم تفاوت نیست. الله میگه که لا یستوون، قطعا فاسق و مؤمن برابر شده نمیتونه. اینجا خب فکریتان بگیره، مؤمن در مقابل فاسق آورده. فاسق او را میگه که عقیده خدا را خود کارای غلط میکنه. این هر دو با هم برابر نیست. یکی مکمل پابند دین است و یکی هم نعوذ بالله خلاف دین کارا میکنه. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما الذين آمنوا، هرچی کسانی هستند که ایمان آورده، ایمان قرآنی، و عملوا الصالحات، عمل درست مطابق کتاب الله و سنت رسول الله انجام میده، فلهم بیتر مردما جنات المأوى، باغهای بودوباش است، نزولا به حیث مهمان. دیقانی نمیکنی، قلبه نمیکنی، کورد نمیدی، بیخوی برای آب دادنش نمیکشی، اونجا باغهای میمانی است برای بودوباشی. تو حیثیت میمان داری. میمان کدام است؟ که خودی باغوان میروی در باغ، کدام میوه را خوش داری، کدام برات بکنم، از او که که الله لنبر میوه نیست در پیشت پیش میکنه، تو شکه میپرته در متخت را میشانه و بعد از او در قاب آب چیسته میوه را سرد کرده در پیشت میمانه. الله تبارک و تعالی امو تعبیری بزرگی که در دنیا از راحت و از خوشحالیت است، الله به مو تعبیر بری تو تعبیر میکنه، وگرنه دنیا را هیچ وقت مقایسه با جنت نمیشه، با اون مقام، با اون خوشحالی نمیشه، با اون میمانی نمیشه. خود چرا؟ بما کانوا یعملون، به سبب ازی که عمل مسلسل انجام میدادن. مسلمانای مسلمی نبود که یک روز به نام محبت پیغمبر الا روزی تولد است شعله پخته کنه، نه، هر موقعی که ضرورت پیدا میشه پولی خود مصرف میکنه. خیرت است ترجمه قرآن شروع شده. خو چی ضرورت است؟ والا مالدار هستم یک موتر خو گرفته میتونم، خیر است در جای 100 خواهر 200 خواهر باید در ترجمه قرآن باشه.
در جای 100 نفر از اولاد مردم 200 مردم باشه، من همین قدر توان ندارم، همین پول پرداخته میتونم. بیا همین قدر عمر 11 ماه موتری ما بری خانه ما کار کرده، همین 1 ماه به خاطر خدمت قرآن به خاطر الله کار کنه. ایره مردم میگه بما کانوا یعملون، عمل مسلسل، رابطه و تعلقات با دین مسلسل، موسمی، مسلمان موسمی موقتی نباشی. یک روز تو مؤمن میشی هر چیز مصرف میکنی، خو یک روزی که مورد ضرورت است در یاد تام نیست.